الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، سؤال آمده است که با اون چیزهایی که روغن و یا خون و یا استخوان و یا معده خوک همراه کرده شده است، خواه از ماده غذایی باشد خواه از غیر غذایی، آیا استفاده کردنش جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در حقیقت فهمیدن این مسائل به هر یک مسلمان ضرور است، چرا که الله سبحانه و تعالی من و شما را امر کرد که از چیزهای طیبات و حلال بخوریم و امر نموده است. بارک الله فیکم. کلوا من الطیبات ما رزقناکم، تناول بکنید از اون چیزهای حلال و طیبی که ما به شما رزق دادیم، اما از چیزهای حرام که الله خودش ذکر کرده است اجتناب بکنید. و البته خنزیر، خوک با تمام اعضایش حرام است، خواه استخوانش، خواه روغنش، خواه خونش، به عموم خوک حرام است. بارک الله فیکم. اما امروز در حقیقت بعضی از چیزها به مانند شکلات ها، به مانند بعضی از قندها، شیرینی ها هست که ژلاتینی خوک، روغن خوک همراه کرده استفاده برده می شود، یا که در بعضی از نمودی خمیره دندانشویی، به زبان روسی زبنه پست میگن خمیره دندانشویی، و در بعضی از نمودی غذاها، حتی در بعضی از نمودی شیر، یا که شیرهایی که مصنوع می سازد، یا که سیر و غیره، یا که در بعضی از نوشابه ها به مانند پیپسی یا کولا میگویند در درونش، در درون بعضش روغن، در درون بعضش استخوان، در درون بعضش معده و در درون بعضش خونی خوک را آمیخته کردند. آیا خوردن این چیزها جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. جواب البته به تفصیل است. ما به شما میگوییم که جواب این سوال به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول، شریعت میگوید هر آن چیزی که به درون وی یک چیزی نجاست انداخته شده است یا غلطیده است یا آمیخته کرده شده است و این نجاست در حالت نجاست خودش باقی مانده باشد و تغییر نیافته باشد، استفاده کردن این نمودی چیز حرام است. اگر این چیزها را بیاریم به مانند دندانشوی باشد، یا که صابون هایی که در وی روغن خوک وجود دارد، یا که شکلات و قند و پیپسی و غیره، و از درونش همون یک طبیب یا که متخصص بتواند که روغن خوک را جدا بکند، مقصد همون ماده که دلالت بر روغن خوک میکند یا ماده که دلالت به خون خوک یا استخوان خوک یا معده خوک میکند، همون را جدا بکند و بگوید که در حقیقت در درون این چیز یک ماده همچون ماده روغن یا که خون یا که استخوان یا که دیگر اعضای خوک وجود دارد، در این حالت استفاده بردن این چیزها حرام است. چرا که نجاست در حالت خودش باقی مانده است و نجاست نابود نشده است و ماده نجاست ماده الهیده در درون همین چیز وجود دارد. پس این قاعده عموم است، هر چیزی که نجاست به درونش باقی همراه می شود، آمیخته می شود و ماده نجاست در حالت خودش و در حالت نجاستیش باقی می ماند، این چیز را استفاده بردن حرام است. بارک الله فیکم. اما قسم دیگر، قسم دوم نجاست، هر نجاستی که به یک چیز دیگر همراه شده است، این دوم نمودی تقسیمات. تقسیم دوم یا که قسم دوم از تقسیم کردیم، قسم اول رو بیان کردیم. قسم دوم، هر نجاستی که به چیزی
حلال مباح آمیخته شده است، اما بعد از آمیخته شدن حالت نجاستی خود را نابود کرده است یا نابود شده است، از نجاست به دیگر ماده تبدیل یافته است. استفاده کردن این چیز جایز است و مباح است. بمانندی این دستشو یا که خمیره دندانشویی یا که پپسی یا که این شکلات ها و دیگر چیزهایی که در درونش ژلاتین خوک، روغن خوک یا که خون خوک یا که معده و استخوان خوک انداخته شده است و آمیخته کرده شده است، بعد از آمیخته شدن همین ماده خون یا معده یا که روغن نابود شده به یک ماده دیگر تبدیل شده باشد، استفاده کردنش جایز است. اگر یک دکتر را یا یک طبیبی که متخصص از همین نتیجه گیری چیزها است بگوید که از همین چیزی که در دست من هست که شکلات یا که دیگر چیزهایی که ژلاتین خوک دارد، تو به من ماده ژلاتین را جدا بکن، اگر نتواند استفاده بردنش جایز است. چرا؟ علما میگویند در بعض حالت نجاست هایی که مقدارش کم هست وقتی که به درون چیزی مباح همراه کرده می شود و خصوصا در این زمان به واسطه علم خیمیا اونها را تبدیل و تغییر کرده می شود، این نجاست ماده خودش را تبدیل می دهد و به دیگر چیز آمیخته می شود و به دیگر ماده تبدیل می یابد. استفاده بردن این چیزها جایز است. بارک الله فیکم. اصل این مسئله البته از حدیث گرفته شده است. حدیثی صحیح وجود دارد که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون چگونه از نجاست پاک شدن و چگونه نجاست را از خود دور کردن را بیان میکنند. به مانند غلطیدن موش به درون روغن میگویند وقتی که موش به درون روغن غلطید و به تمام روغن آمیخته شد، در این حالت روغن را میپرتوید. اما وقتی که موش به درون روغنی سخت غلطید، فقط گرد و اطراف خود را نجاست کرد و دیگر باقی مانده را نجاست نکرد، در این حالت استفاده میبرید و بعضی از علما این رو هم استفاده میبرند، این رو هم همچون دلیل استفاده میبرند. و البته شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و ابن القیم الجوزی رحمه الله بارک الله فیکم در این مسئله به نهایت خوب زیبا صحبت کردند. ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین مجله دوم در مسئله نجاستی که تغییر یافته است و به دیگر چیز تبدیل شده است سخن میکنند و میگن که استفاده کردنش جایز است. چرا که الله خودی نجاست را حرام کرد، اما اگر نجاست به دیگر چیز تبدیل یابد و از حالت نجاستیش بیرون شود، استفاده کردنش جایز است. چرا که حکم به اصل داده می شود، حکم به نجاست داده می شود. مثال می آورند ابن القیم الجوزی به مانندی میگند خمر، شراب، عرق. شراب، عرق این چیزی حرام است، اما همین شراب و عرق را یک مدتی دیگر محکم کند و همون انسانهای متخصص باز به حالت خودش بگذارند، همین شراب تبدیل به خل می شود، اکسوز. ما میگیم اکسوز. ببینید همین اکسوز اول عرق می شود و بعد از عرق شراب می شود. البته بعد از شراب بخشش می شود اکسوز، خل. استفاده بردن خل، اکسوز جایز است، خل حلال است، اما عرق حرام است. یعنی یک نفر در خانهش عرق بود، همین عرق را به یک طوری معلوم و معین محکم کرد و همین شراب را تبدیل به خل و اکسوز کرد، حلال می شود. پس هر یک چیزی نجاستی که از یک حالت به حالت دیگر تبدیل داده باشد، این البته جایز است و حلال است و مباح است. چخیلی که شراب را به حالت خل گردانیده شد، حلال شد. و البته این یک مثالی به نهایت واضح و خوبی آورده ابن القیم الجوزی در کتاب اعلام الموقعین است و در اونجا چندی مثالی دیگر میارند. و این چنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگویند نجاست به دو قسم چخیلی که ما گفتیم تقسیم میشد. قسمی که در حالت خودش باقی میماند و تغییر نمییابد، این را استفاده کردن حرام است. در حالتی که به درون چیز آمیخته باشد هم حرام است. اما یک حالت دیگری که نجاست قسمش یعنی پرسنتش، درجه اش به نهایت کم باشد از 100% دیگر چیز، این 5 قسم
5% یا 3% یا یک قسم کم داشته باشد و همین به دیگر چیز آمیخته شود و تبدیل داده شود و تبدیل یافته باشد، استفاده کردنش البته جایز است و باکی ندارد. پس از این فتوا می براید که مذهب های اهل سنت و الجماعت در این مسئله به دو قسم تقسیم شدند یا که به دو قول اختلاف کردند. مذهب جمهور علما به مانند مذهب ابو حنیفه، یک قول از امام احمد، یک قول از امام مالک میگویند که هر نجاستی که به درون چیز خورنده، طعام یا که غیر خورده شده یا خورده می شده آمیخته شده و تغییر یافته شده باشد و نسبت نجاست کم باشد، استفاده کردنش جایز است و حلال است. و این مذهب جمهور علما است. و مذهب دوم مذهب امام شافعی و یک قول از امام مالک میگویند که هر یک نجاستی که قسمش کم باشد یا زیاد به درون چیز در آمده باشد، تغییر یافته یا تغییر نیافته شده باشد هم حرام است. پس اگر از مذهب امام شافعی نگریم، همه این چیزهایی که ما نامبر کردیم استفاده بردنش حرام است. اما اگر به مذهب جمهور علما شافعی، احمد، امام مالک و اینچنین از علما ابن تیمیه و ابن القیم الجوزی و دیگر بسیاری از علما نظر کنیم، استفاده بردن این چیزهایی که نسبت نجاستش کم است و نجاست به واسطه شیمیایی تغییر داده شده و تبدیل به دیگر چیز شده است، استفاده کردن جایز است. و قول راجح والله اعلم همین است که علما و مشایخ همین را اختیار کردند، چرا که دلیل در این مسئله ما به شما ذکر کردیم، به مانند تغییر یافتن شراب به خل. شراب در همین حالت خودش تغییر می‌یابد به اکسوز. بارک الله فیکم. پس البته از هر یک چیز شبهناک دور شدن بهترین چیز است. از هر یک چیز شبهناک انسان باید دور بشود. اما اگر استفاده کسی از این چیزها را برد، ما نمیگیم که چیزی حرام را استفاده برد و گناهی کبیره را انجام داد. بارک الله فیکم. اما از تقوا، از بهترین و افضلترین عمل این است که از همین چیزها پرهیز نمایید. بارک الله فیکم.